شما زندگی های خوب کنیم انشاءالله خدا خواهد. درباره انشاءالله خدا خواهد الله یکگیش سوال دادین که اکثر خدا خواهد سعیداست که داملا جان درباره الله یک صحبت کنین. الله خدا خواهد چه خیلی است، استرا است، توحید خدا خواهد انشاءالله. ما شما 6 کلمه دینی میخوانیم. من خلاص در 6 کلمه دینی الحمدلله یعنی کلمه توحید است. اول کلمه طیبه است، بعدش از کلمه شهادت است و سومش کلمه توحید است. درسته؟ یعنی کلمه طیبه گفتگیش لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدا مگرم یک خدا است. این ایمان نگن این چیزا. کسی که همین کلمه را خدا خود به زبانش می آورد و ایمان آورد با کی؟ یعنی الله و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. و دیم بعد چی میتیم؟ شهادت میتیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و گواهی میتیم که نیست خدا با مگرم یک الله است. و گواهی میتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول یعنی خبرچی و پیغمبر خدا هست. چون که خدا محمد نه انشاءالله چکا کرد؟ حکم ما را رسوند. محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما رسوند. الحمدلله بیادت شکر. سومش کلمه شهادت است، یعنی کلمه توحید. توحید گفتگی یگانگی خداوند ایمان آوردن. عزیزان من، لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا گفتگی کلمه عربی نیست خدا، لا اله الا الله مگرم یک خدا هست. لا شریک له، خداوند شریک نیست. عزیزان من، جوره نداره، خدا دوست نداره. له الملک، همه ملک تمام روی دنیا از آنی که است الله است. له الملک و له الحمد، و تمام تعریف و توصیف به همین ذات الله است. عزیزان من، چقدر تعریفش کنی انشاءالله خدا خد کم است. یک بزرگی خدا میگه که اگر تمام وجود من که پشم ها که دارد بدن من، اگر خدا همین در زبان پیدا کنی، یک انشاءالله خدا خد نعمتی تر من بجا آوردن نمیتونم. یک نعمت میگه وله الحمد یحیی و یمیت. خدا میگه دائم زنده های. عزیزان من، خدا نمیمرد. ما میمریم، ما فرصت داریم، ما سرچشمه داریم و انتها داریم. سرچشمه مو من گم که 70 سال باشم تولد شدم، بلکه 2023 است، این 25 است یا 30 است. می خدا چقدر فرصت داشت، آخر من میمرم. هو الحی الذی لا یموت. او ذات است که هرگز نمیمرد. همه دنیا میمرد، همه دنیا هم مهلت دارد. همه دنیا هم یک زمانی میشد نست و نابود میشد. عزیزان من، یکی خدا هو حی الذی لا یموت یحیی و یمیت. خدا زنده میکند ما و شما را و میمیراند. طوری ما نبودیم، در هیچ جا نبودیم، به توفیل پدر و مادر یک جایه شد. الله سبحانه و تعالی من و شما چکا کرد؟ آفرید. الحمدلله. از یک قطره آب الله سبحانه و تعالی در رحم مادر کن فیکون شو گفت، بس ما و شما شدیم. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه شما را در بچه‌دانهای مادراتون چی خیلی که بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه نر، خواه ماده، خواه مرد، خواه زن، چی خیلی که بخواه الله سبحانه و تعالی ما و شما را می آفره. ببینید ما شما را آفرید انشاءالله. در دنیا آورد مو و مهلت مو داد انشاءالله خدا خواهد. 50 سال است می، 80 سال است می، یک عصر عزیزانی من عمر داری خلاص. در دوام یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم، لیکن در دوام همین باید که ما طاعت عبادت داشته باشیم. عزیزان من، این عمرایی که عزیز خدا داده در زلالت، در گناه صرفش نکنیم، در راه شیطان ملعون صرفش نکنیم، بلکه در راه الله صرفش کنیم انشاءالله خدا خواهد. هم خلاص می دنیای 4 روزه میگن، دنیای 5 روزه میگن. همین 5 روزش 5 تا 20 20 40 60 80 100
4 روزش 4 تا 20 40 60 80 تمام. همه که عمر داره نه که در همه که عمر هم البته خدا 20 سالش میگه در کودکی میگذرد، در جوانی مستی میگه، در پیری سستی. کی میکنی عاقبت خدا پرستی؟ کی میکنی خدا پرستی؟ این عمره انده که میگذرد میراد انشاءالله خدا خد. و ما و شما را یک زمان الله میمیراند، میمیریم، از این دنیا میریم و البته پیش الله سبحانه و تعالی میریم و از این عمرهایی که در این دنیا کردیم یک جواب میتیم. یک خدا سوره انشاءالله اذا زلزله آخرین آیاتان چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر چند یک خدا خواهد عادی ترین چیزا هوا عادی پردمت شواریم میگه خوبی کنی میگیری و بعدی کنی انشاءالله میگیری. الله چنان الله است، الله چنان خدا خواهد مهربان است برای ما و شما. میدین و هو علی کل شیء قدیر. خدا به همه چیز قادر عزیزان من، همه چیز. نخواهد در یک دقیقه دنیا را نیست و نابود میکنه، خواهد در یک صورت زنکت میکنه، خواهد زنک مردک میکنه. او سلطان هر چی خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. او بے پدر حضرت عیسی اومد کو، بے پدر آدم اومد کو، بے پدر ماما هوا اومد کو. خدا آفریدش. طفل را در مهد گویا او کند. طفلای هستن که در گهواره گپ زدگیند. حضرت عیسی در گهواره گپ زد، حضرت یوسف تهمت کردن در گهواره. کودک به بزرگی بودن و پاک بودن یوسف گواهی دادگی است. در مهد گویا او کند. مرده 100 ساله را حی می کند، این به آن دیگر تا به کی می کند. و میلیون سالا مردگی ها هممون حال زنده میکند الله سبحانه و تعالی. هممون خدا خواهد انشاءالله. منی خدا یکاییشه. سوره ای که مبارکه اخلاص میگیمش قل هو الله احد. این سوره تفسیرش پر را انشاءالله سوره ای چی است؟ این توحید میگد، یگانگی الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلالت میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان مثل ما و شما صحابگاه که شیشتگی صحبت کرده سادات کی همه ابوبکر عمر همش بود. این حدیث همه خداخد ابو هریره انس علی سلمان فارس روایت میکنن این حدیث. و کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما نزد پیغمبر شیشتگی بودیم. میگه یک گروه مشرکان عرب میگه اومدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفتن یا گفتن محمد، گفتن مانده، گفتن خدا تا صفت کرده، در حق خدا گپ زن. گفتن من خدای ما گفتن از چی است؟ از چوب است. خدای ما گفتن من از لای است. خدای ما گفتن از هر نمود چیزا هست. کنی خدا تا برای ما صفت کن. محمد گفت من جواب نمیگم، انتظار میشم تا برای من آیت نیاید. چون که محمد علیه السلام تا خدا نمیگفت، محمد نمیگفت چی؟ میگد محمد نمیگفت تا جبرائیل نمیگفت. انتظارش نشیش میگد که جبرائیل امین اومد. سوره اخلاص انشاءالله نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا چی گفت؟ بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله چی یکه. بگو گفت خدا دو تا نیست. خدا گفت همیشه یک است، یگانه است انشاءالله. خدا گفت الله الصمد. خدا گفت بے نیاز است، بے حاجت است. ما حاجت به خدا داریم. الله سبحانه و تعالی هیچ حاجتمندی ندارد. ما شما محتاج، ما شما دائم به الله چی علاقه داریم. به ما شیم چی میگیم؟ الله میگیم انشاءالله. خدا قد ما بعد یک مصیبت بالامو بیاید الله میگیم انشاءالله. خدا قد یا نمی یا یگان سفر میبریم، همه جایی که میریم ما به الله زندگی کردن نمیتونیم.
چون که الله همیشه چی است؟ با ماست. همیشه الله چیزی قوه است که ما برای ما شما چی است؟ مهربان است. من در شهر روس یک مثال میارم. یک برادر روایت کردن درباره الله. میگه دورهای ریکتی بود، یک 20 سال پیش در شهرهای روس میدانن، من رفتگی نیستم، میشنوم اومدم مجبور آدم ها را بازار نه دالیا میگفتین پل میتی نوشم زندگی جمع کرو ریکت میگفتن وقتا. میگه همین بازار نشته بوده، میگه یک ریکت اومد همه میگه پل جمع کرد، یک میگه چیچن بچه استادگی است. بعد میگه پیش آقای اومد و دای دنگی گفت، گفت که ندم چو تا کریشه است شتولی گفت میگه دای است گفت منه کریشه است کتا تا گفت میگه ایتا الله باخ گفت میگم تا کارو که میگه همین ریکت میگه دست پا شربا شد و دمش درن زد و خط کرموند. یگان گپ نزد میگه همه گفتیم باز که میزنش همه تماشا دارد، یک سپکتاکل داری چیز تشکیل شد. باز این گفتیم زده چنه نیست، میگه نو پاکتی جیوی گفت میگه برفت. دیدی نام الله شنیدن بدای که همه یک بار خدا خود فکر میکند. نترسیده گفتی؟ و چون نترسید، چون که یگانه تکیه بر ذاتی چی کرد؟ الله اکبر کرد. انشاءالله بینن عزیزانی من، خدا به حاجت عزیزانی من برای شما حتی مثال میارم. حضرت موسی علیه السلام قوماش گفتن که ای موسی، گفتن همین خدا تپرس، گفتن که خدا خواه میروه، همین با ما معلوم که گفتن خدا خواه میروه. موسی علیه السلام 70,000 بار عزیزانی من با خدای خود صحبت کرده، 70,000 بار در کوی تور صحبت کرده است. وقتی که برفت گفت که خداوندا، گفت قومان پرسیده است که آیا الله خواب میروه؟ گفتن اس جوابی تو گفتن من صبح میتیم، از جوابو که بی صبح وقتی صبح نگفت من جواب تا میتیم. گفت تو گفت در دستت گفت 2 شیشه آب بیم، با یک روایت گفت روغن، شیشه اسم یگان بوشکچه اسم گفت گرفته، گفت هم تا برداشته بست. گفت وقتی که میگه حضرت موسی گرفته برداشته ایستاد، یک باره خواب غلبش کرد و میگه شیشه اومد زد شکستید پیچید. خدا گفت ای گفت موسی، گفت حالی صبح نشیده، گفت جواب تا گرفتی. چون خداوند در سوره بقره آیت الکرسی میگه شما طوری میم، همین آیت الکرسی یک آیت زیرین دارد، استعوذ بالله لا تأخذه سینة ولا نوم، یعنی خدای من پینک خواب نمیگیرش. موسی گفت اگر گفت من همیشه پینکم کنم، میدانی این زمین کو آفتاب و همه چیزا به دیگه زده نیست و نابود میشوند. خدای تو گفت خواب ندارد. خداوند میگه شاید تو عجب قدرت داری، بنده در خواب و تو بیداری. می خدای مهربان عجایب قدرت دارد. ما شب و روز خواب میریم لکن الله پینک نمیکند. الله مهربان همیشه در خدمتی چی است؟ من و شما است. من و شما را خدمت میکند عزیزان من. شب و روز ما و شما را نگه میدارد، شب و روز حاجت ما و شما را میبرارد، شب و روز در خدمتی چی است؟ الله مهربان گفت بین، گفت موسی گفت اگر خدای تو خواب راد این دنیا نیست و نابود شده میراد. عزیزان من لم یلید، خدا میگد از یگان کس زایده شدگی نیست. خدا پدر ندارد عزیزی من، مادر ندارد. نیاد نبرار. خدا را اول و انتهاش نیست، سرچشمش نیست ای کدام عصر پیدا شده، انتهاش نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله یک منکر خدا 3 سوال کتی مراجعت کرد، 3 سوال کتی مراجعت کرد. گفت من نبی اومد میگه خلیفه همون زمانه گفت یک آدمی داناترین شخص پیش من بیار. میگه حضرت 3 سوالش دادم، گفت جواب داده نمیتونه، 3 سوالش میتیم. حضرت امام اعظم گیرون دید که یک منکر خدا در بالای کرسا شیشتگی است، سیاست دارد. خیلی گفت جواب سوال تو بگو، یکم بگو پیش خدا کی بود. دویم سوالم گفت خدا کجا را میبینه. سوم سوالم گفت خدا چیکار میکنه. جواب تی گفت خواب گفت که گوش کنه که گفت اگه محتاجی تو با من نمی، گفت ها نباشم ای تغفرا.
انجا تو میشینی من در تخت میشینم، تو نه سوال نه جواب میگردونم. خوب گفت بالای تخت برمد گفت یکم سوالی کرده که پیش خدا کی بود؟ از 10 حساب کرده بیا. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. این طرف یگان چیزایی نیست. پیش خدا چی نبود. دیگه دمش گرفت. قانع شدی؟ گفت قانع شدم. دیم سوال تا گفت خدا کجا را دیده ساده؟ خدا می مشاگرداش رفتن که یک شم بیاره. یک شم آوردن، میگه شم در گراندن. گفت که میگه سایه شیاب که یگان جا سایه شم نیست، همه جا روشنی داره. خدا گفت همه جا میبینه. خدا فقط پیش و پیش نه، همه جا برای خدا چی عیانه. گفت سیم سوال چی بود؟ گفت سیم سوالم خدا چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ منه تو را خور کرد، منه عزیز کرد، منه بالای تخت برود تو افرود، با چیکارت کنه؟ خدا همین خیلی قدرت داره. گفت میگه تن داد، میگه با برمده بره. بینین برای این پیشه خدا هیچی نبود انشاءالله. خدا خواهد بینین پدر ندارد، مادر ندارد عزیزان من. ولم یولد، کسی از یعنی خدا زایده شدگی نیست عزیزان من. یگان کس از خدا زایده شدگی نیست. یعنی چی نداره خدا خواهد؟ فرزند نداره، زن نداره، دختر نداره عزیزی من. مسیحچی ندارد، یگان چیز ندارد الله سبحانه. خودش تنها است عزیزی من، تنها. کسی که نسبت میتید من بعض مشرکات حضرت عزیر چی گفتن؟ بچه خدا شرک آوردن. حضرت عیسی وقتی که آسمون برمه برفت زنده حالی در آسمون، در 4م آسمون بر صورت فرشته حالی روی زمین می خدا خواهد انشاءالله زمانش حضرت عیسی بچه خدا اعلان کردن. یا نمی اینچنین مشرکان عرب هم فرشته هایی که خدمت الله میکنن و یا را چی گفتن؟ و یا گفتن چی هستن؟ دخترای خدا هستن. نعوذ بالله من الظالمین. کسی که این میتید مشرک میشود عزیزان من. با خدا شرک نیار، همه گناهات الله میبخشد. الا کسی که شرک میارد خدا میگد بچه دارد، خدا زن دارد. این کمبودیایی که دارد، اگر این کمبودیا به خدا باشد به خدا نمیشود. خدا بخورد، خدا بشیند، خدا بیاش آمد، خدا راه را گرد، خدا جا داشته باشد، خدا مکان داشته باشد، وای خدا نمیشود. طوری خدا همین خشنش درگاه که از همه چیز قادر انشاءالله خدا کرد. همون ذات الله سبحانه و تعالی انشاءالله. الحمدلله عزیزانی من بینین ولم یکن له کفوا احد. خدا در یگان چیز در این دنیا برابر شده نمیتوند، مانند شده نمیتوند عزیزان من. هیچ کس خدا نه مانند شده نمیتوند. هیچ کس برابر 1000 میلیاردر باشیم، 1000 زور باشیم، هیچ وقت قدرت خدا انشاءالله قادر شده نمیتونی. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یگان مانند نیست، مانند نتی خدا انشاءالله خدا خواهد. عبدالله مبارک بینین در بیابان میرفت، میگه چی؟ یک جوان دید یک کودکی که گوسفند پایسته گشته است. گفت همین، گفت از یعنی خدا خبر ندارد. یک هم خبرش دیم. گفت من نبی، گفت خدا میشناسی؟ گفت البته میشناسم. چخیل که خدا را تو میشناسی؟ گفت همین قدر آسمان و زمین بی، این آفتاب بین، مهتاب بین، این کوه ها بین، زمین ها بین، این البته صاحب دارد، این صاحبش الله هست. گفت الله گفت من در صفت که الله چه خیلی میدونی؟ گفت همین من بی گوسفند بی، همین من بی گوسفند بی. گفت همین فرق داره ما، مانند نیستیم ما. این گفت خدا مانندی ندارد در دنیا. مثال عادی گیرم برای شما مثال میارم. شما در یک خانه ده 7 کس 8 کس اکا و دادر و پاچه و خواه زندگی میکنه. طوری بیم برای قدرت خدا یک روز جمع شوه همه تو قطار بستین، بعد گویا که کنی کدامیم یک خیله هستیم. یگان تا یک خیله نیست عزیزانی من. این خدا قدرت چه برای ما شما نشون داده، چون که انجینری ما شما الله هست. الله سبحانه و تعالی از یک پدر و یک مادر، یک زواد و یک فابریکه 10 نمود چی محصولات پیدا داره. یتش خوشرو، یتش بیزیبتر، یتش خوشفعل، یتش بدفعل، یتش بندید، یتش رنگش دیگر. بینید این خدا قدرت داره. وای برف میگد که او کودک باید که تربیه کنه بود. از کودک میگد عبرت گرفت. گفت من یک نصیحت که گفت
من نبی گفت اگر گفت علم برای خدا گرفته باشی دری طمع به خودت بند، مردم ها تله تاراج نکن. اگر برای دنیا گرفته باشی از جنت امید نکن. طالب علم ها عزیزان من البته علم برای الله، برای رضای الله گیرن انشاءالله خدا خواهد. اولا باید هر طاعت، هر عبادت، هر عمل باید که برای رضای چی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. عزیزان من چند حدیث درباره فضیلت انشاءالله خدا خواهد، یعنی